چهاربینی تنتنوی بخشیده بر روزی کارمندان مقامات عدلیه که 20 اپریل است در تالار کاخ سعودیان برگزار گردید. در چهاربینی رهبریت کارمندان تمامی ساختار مقامات عدلیه و سابقه‌داران مهنت اشتراک نمودند. سردار ریاست عدلیه ولایت سوخت در برآمد خود قید نمود که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان 20 اپریل سال 2021 قبول گردیده. آن در تاریخ مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال اولین سند قانونگذاری می باشد که اساسهای حقوقی، پرینسیپ‌ها و سمت‌های فعالیت، تشکیل، نظام، ساختار، وکالت‌ها، خدمت در مقامات عدلیه اینچنین ترتیب تامین مالیوی، مادی و تکنیکی مقامات عدلیه را معین می‌نماید. بنابراین عید کارمندان مقامات عدلیه هر سال محض در همین روز یعنی 20 اپریل پیش بینی و جشن گرفته می شود. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت نامه شادباشی رئیس ولایت را به کل اشتراکداران رسانده افزود که فعالیت مقامات عدلیه از روی مضمون و ماهیت خود فعالیت دولتی به شمار می رود. این مقامات محض در سالهای استقلال دولتی همه طرف انکشاف یافت و برای کارمندان ساختار عدلیه بناهای معاصر بنیاد گردیدند. مقامات عدلیه با عملی سازی و تأمین عدالت سر و کار داشته مطابقت سندهای معیاری حقوقی را به قانونگذاری عمل کننده تأمین می نماید و با این راه حقوق و منفعت‌های قانونی انسان و شهروند را زیر حمایه قرار می دهد. در این روند نه تنها حقوق و منفعت‌های قانونی انسان و شهروند، همچنین ساخت جمعیتی و دولتی، تمام شکل‌های مالکیت، حقوق و آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، دیگر حقوق و منفعت‌های شخصی و مال و ملکی شهروندان، حقوق و منفعت‌های قانونی کارخانه و مؤسسه‌ها و تشکیلات‌های دارای شکل‌های گوناگون مالکیت نیز مورد حمایت قرار داده می‌شوند. یکی از کامیابی‌های بزرگترین دوران صاحب استقلالی در ساحه تنظیم حقوقی این قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میباشد و فعالیت کارمندان مقامات عدلیه محض از آن سرچشمه میگیرد. کارمندان ریاست عدلیه ولایت سوخت در دایره وکالت‌های خود تامین عملی‌سازی سیاست دولتی را در ساحه بقایتگیری دولتی، یاری حقوقی به شهروندان، ترغیب و تشویق حقوقی، اجرای جزای جنایتی، ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر ساحه‌هایی که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان معین گردیده است عملی نمایند. امروز مقامات عدلیه جمهوری تاجیکستان با اقتدار تخصصی و معنوی امکانیت واقعی دارد که سیاست حقوقی دولت را با مقصد بنیادی دولتی دموکراسی و حقوق بنیاد ثمرناک پیش برد و به این واسطه حقوق و آزادی و منفعت‌های قانونی هر شهروند همه طرفه حفظ کرده شود. بخشیده به روز عید کسبی، کارمندان پیشقدمی زیر ساختارهای ریاست عدلیه ولایت سوخت با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها و سابقه‌داران مهنت با تحفه‌ها قدردانی گردیدند. مستان محیدی لازاده، بزرگمیر شاملیکوف، شاعر مبینزاده، اخبار.